بسم الله الرحمن الرحیم. قل من یرزقکم من السماء والارض، برشان که کی شما را رزق میده از آسمان ها و الارض و زمین. حداقل رسول الله صلی تو برشان بفهمن، تو دعوتگر اسلام هستی برشان بفهمن. قبول کرد نکرد برش بگو که کی شما را رزق میده در آسمان و زمین؟ امریکا یا الله؟ پس چرا غلام امریکا میشی؟ رزاق الله هست، پس به الله رجوع بکن. برشان بگو که اما یملک السمع والابصار، ای گوش بر تو کی داده؟ ای چشم بر تو کی داده؟ ای قلب بر تو کی داده؟ ای عقل کی برات داده؟ کی برات داده؟ الله برات داده یا این مخلوقات؟ چرا با مخلوق مراجعه میکنی؟ اما یملک، کی هست که مالک باشه از سمع گوش ها را و الابصار و چشم ها را و من یخرج الحی من المیت. شما میبینید که زنده را از مرده چی میکنه؟ الله خارج میکنه. وقتی که اینمی خون زنده هست، امیر علما بعضی مسائل چیزای ساینسیش هم میگفتن اونجا که بالاخره مثلا چیزهایی است که مثلا وقتی که غذا سوختانده میشه به خون مبدل میشه، این غذا اما چیز خود از دست میته، بالاخره میگم این ترکیب میشه و بالاخره غذای مرده که خوب اما تو تکت تکه و میده میشه، به چی تبدیل میشه؟ به خون مبدل میشه. باز چند قطره خون باز به یک نطفه مبدل میشه، باز این نطفه از این چیز مرده انسان چی کرد؟ زنده آخر پیدا کرد. فهمیدین؟ یعنی این چیزایی که اگه شما لابراتوار خوب دقیق همین ساینسدانا خوب مسلمان میشن. یک وقتی یک عالم ساینس بود، الله ببخشش، من برش گفتم که من برات وحدانیت الله را میگم. برام گفت نه وقت من جوان بودم، نامزاد پوهیاله بودم، برام گفت بچه‌م بیشی من پوهان دستم، من هر روز قدرت الله را در لابراتوار میبینم، هر روز میبینم. ساینسدان که از عقل خود کار میکنه و هر روز قدرت الله را، امی که چه قسم الله زنده را از مرده خلق میکنه، این یک ساینسدان بسیار خوبش در لابراتوار خود درک میکنه. و یخرج المیت من الحی، و چه قسم الله متعال مرده را از زنده خلق میکنه. بعضی اوقات است که از نگاه گاهی تفسیر مادی میشه که چیزایی هست که از زنده مرده، از مرده زنده، و گاهی تفسیر معنوی میشه که از کافر اولاد مسلمان، از مسلمان اولاد کافر پیدا میکنه. یک نفر ببینی پدرش مرتد است، کافر است، اولادش ببینی درجه یک موحد و یک تاپرست است، این زنده را از مرده الله خلق کرد. بعضی کس دیگر ببینی نوح علیه السلام و پدرش پیغمبر است، بچه‌ش کسایی کنی یک لدر لندغر و کافر بیدین است. متوجه هستید؟ و یخرج المیت من الحی، و خارج میکنه مرده را از زنده. و من یدبر الامر، برشان بگو که تدبیر امور کی میکنه؟ این آفتاب و این مهتاب و این زلزله ها و این امور تدبیرش کی کرده که تو آمدی به مخلوق مراجعه میکنی؟ فسیقولون الله، باز امی مردم ها میگن که کل زیر الله میکنه. فقل افلا تتقون، حالا وقتی که میفهمی که الله میکنه، باز چرا به غیر الله میری رکوع و سجده میکنی و عبادت میکنی، از اونها کمک میخوایی؟ نکوی کاره. فذلكم الله ربكم، الله متعال میگه پس این است الله ربکم الحق، رب حقیقی شماست، خالق حقیقی شماست، روزی دهنده حقیقی شماست، شفا دهنده حقیقی شما هست، زنده کننده حقیقی شماست، میراننده شماست. فماذا بعد الحق، اگر شما بعد از این حق توحید است، بعد از توحید و وحدانیت الله دیگر راه نمیمانه الا الضلال، مگر گمراهی. فانا تصرفون، پس کجا گردید یا برگردانده میشوید؟ کذالک حقت کلمت ربک، اینمی قسم است که حق شد، ثابت شد کلمت ربک، دلائل رب تو، کلمه رب تو، سخنان رب تو، یعنی تقدیر پروردگار تو، آنچه که بود این ثابت شد. علی الذین فسقوا، برای کسانی که فاسق شده بودند، الله متعال آنچه که مقدر کرده بود کلش برشان ثابت کرد. انهم که این مردمایی که از طاعت الله خارج میشن، تکبر میکنن، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیآورند. قل هل من شرکائکم، بگو برشان بازم دلیل بگو، میشه که اینا مردمایی که معقول هستن، شاید بازم برشان بگو، به خاطر از اینکه باز نگه کس بر ما نگفته، بر ما دعوت نشدن. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هل من شرکائکم، ای کسایی که با الله شریک میکنین، من کسی یافت میشه که یبدأ الخلق، که آغاز نماید خلقت، یک زمین بسازه، یک سیاره بسازه، آسمان و زمین بسازه، دارین تو هم کسی که باز میشه همین کارا بکنه؟ ثم یعیده، سپس باز او را چی کنه؟ دوباره او را برگردانه. قل الله، بگو برشان که تمام خالق همین کائنات کس الله هست، او
الخلق او خلقت آغاز نمیکنه ثم یعیدو دوباره او را میگردان از بین میبرش باز دوباره رو جور میکنه فانا تؤفکون پس شما چرا تهمت میبندین چرا مشرک میشین چرا بدعتکار میشین چرا سر پیغمبر تهمت میگین چرا سر الله تهمت میکنین گناه ها را میکنین باز کلش نسبت شبر در الله و رسول میتین قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و آله حال من شرکائکم آیا از این کسایی که شما ایره شریک با الله ساختین من کسی یافت میشه که یهدی هدایت کنند الی الحق به سوی توحید قل الله بگو برشان که الله هست که یهدی للحق هدایت میکنه مردم به حق به توحید حال مقایسهشان میکنه با سوال های توبیخ برشان بیان میکنه افمن یهدی الی الحق آیا او ذاتی که هدایت میکنه به طرف حق و توحید احق و آیا او مستحق تر از ان یتبع که متابعت کرده شود امن یا او کسی که لا یهدی هیچ چیز را راهنمایی کرده و هدایت کرده نمیتونه الا مگر ان یهدا ای که هدایت خودش کرده شود شما خودتان رو بت ها را میگیرین چی میکنین در سر تبنگک میمانین باز از یک منطقه دیگه منطقه خودتان رو انتقال میدین و خودش حتی خودش شور دادن نمیتونه فما لکم کیف تحکمون پس شما را چی شده که شما این قسم حکم میکنین حال دیگه صفات جاهلیت میگه یکی از صفات بیدینان مردمای گمراه چی هستن متابعت است به چی میگه انسان های جاهل همیشه به گمان زندگی میکنن حق قبول نمیکنن فقط به گمان ما به نظر ما به فکر ما این عادت انسان‌های جاهلیت است و ما یتبع اکثرهم الا ظن و متابعت نمیکنه اکثریت از آنها مگر گمان را این الظن یقین داشته باشین که این گمان ها که است لا یغنی من الحق شیئا هیچ فایده نمیکنه از حق چیز را ان الله یقینا که الله متعال علیم بسیار عالم است بما یفعلون با آنچه که عمل میکند و ما کان هذا القرآن و نیست این قرآن عظیم شان ان یفترا ای که دروغ ساخته شده باشه من دون الله بغیر از الله یا تهمت میکنن دیگه از صفات جاهلیت چی است صفت دومی مردمای جاهلیت که همیشه میگن که قرآن میگه که کتاب محمد است این کتاب محمد است باز میگه this is the book of محمد این قسم گفته میره میگه مردمای جاهلا میگن که محمد گفته محمد صلی الله علیه و آله افترا سر الله کرده الله میگه این نیست ولکن تصدیق الذی بین یدیه لکن قرآن عظیم شان که از کلام الله هست تصدیق میکنه آن چیزی که در مقابل دستش است و تفصیل الکتاب و تفصیل کتاب است که لا ریب فیه که در او شک نیست من رب العالمین این قرآن عظیم شان از جانب رب العالمین هست آل قرآن عظیم شان اونا میگن ام یقولون افتراه آیا اونا میگن که ایره رسول الله صلی الله علیه و آله خودش ساخته بالای الله را تهمت کرده قل فأتوا پس بگو برشان که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار کرده میتونست شما هم خو در عصر از پیغمبر زندگی میکنید شما هم خو بسیار خود عالم و دانشمند میگیرین فأتی بصورت من مثله اگر پیغمبر میتونست این قسم قرآن بیاره پس شما هم بیارین یک سوره مثل از این ودعوا من استطعتم طلب بکنین کسایی که میتوانند این کار بکنن من دون الله بغیر از الله ان کنتم صادقین اگر شما راستگوی هستین بلکه میگن یا نمیتونن این کار بل کذبوا بلکه اینا خودشان چی تکذیب کردن به معلم یحیط بعلمه به چیزی که اونا خودشان دو علم نداشتن پیغمبر هم میگفتن که تو میتونی که یک قرآن بیاری سر پیغمبر هم تهمت میگفتین کل قرآن پیغمبر ساخته الله برش میگه وقتی که پیغمبر بتونه که در عصر شما زندگی میکنه اخ قرآن بسازه خی شما هم خو از پیغمبر که در فصاحت بلاغت بسیار پیش هستین بگید یک سوره رو بسازین الله متعال گفت که اینا این علم نداشتن نتونستن مثل قرآن بسازن لکن تکذیب کردن ولما یاتهم تعویله و نیامده برای ایشان تفسیر از کذالک کذب الذین من قبلهم اینمی قسم تکذیب کردن کافران و مرتدا و مردمای جاهل قبل از اینا که بودن دیگه پیغمبرها را هم تکذیب کردن فانظر پس ببین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان عاقبت الظالمین که عاقبت ظالمان چه قسم بود و منهم ولکن انسان ها که هستند دو قسم مردم هستند بعضیا معقول هستند بعضیا غیر معقول و منهم و بعضی از این مردم من کسانی هستند که یؤمنون به ایمان میارن به قرآن عظیم شان و منهم و بعضی ازشان من لا یؤمن به کسانی هستند که به قرآن عظیم شان ایمان نمیارن و ربک اعلم بالمفسدین الله متعال میگه که الله بسیار عالم است مفسدان را میشناسه خازن که از این میگه الفساد و تعویق الناس عن القرآن و السنه میگه الله متعال میشناسه کسایی که مردم از قرآن و سنت مانع میشن اینا مفسد هستند و این کذبوک بگو و اگر ای رسول الله صلی الله علیه و آله تکذیب کردن فقل پس بگو برشان لی عملی بر ما پاداش عمل خودم است ولکم عملکم و بر شما پاداش عملتان هست انتم بریئون مما اعمل شما بیزار هستید از آن چی که ما
عمل میکنم. و انا بریء مما تعملون، و ما هم بیزار هستم از آن چیزی که شما عمل میکنید. صفت دیگه یا چهارمی مردمای جاهلیت چی است؟ که کر هستن، که حتی کری که مغزش هم خراب است، گوش داره مغز داره لکن هر دوش چی هسته؟ بیکار است، کار نمیته. و منهم، و بعضی از این مردمای جاهل که صفتشان چی است؟ که من کسانی هستن که یستمعون، خوب گوش میکنن، الیک بسوی تو. افانت تسمع الصم، ای رسول الله آیا تو میتونی که بشنوانی کی را؟ الصم، اوت انسان کر را که گوش داره لکن گوشش از حق غافل است. ولو کانوا لا یعقلون، با وجود از که اینا عقل هم ندارن. دیگه صفاتشان چی است؟ و منهم من ینظر الیک، بعضی از این جاهلا به طرف تو نظر میکنن، خوب سیل میکنن لکن چشم داره لق لق سیل میکنن، لکن مثل که کور باشه هیچ متوجه تو خدا نمیسازه. و منهم، و بعضی ازشان من کسان هستن که ینظرون نظر میکنن الیک بسوی تو. انت آیا تو میتونی رسول الله صلی تهدی که هدایت کنی العامیه انسانهای نابینا را، ولو کانوا لا یبصرون، در حالی که اونا بصیرت ندارن نمیبینن دیگه. خدا انداختن ان الله، یقین داشته باشین این مسلمان ها که الله متعالی یظلم الناس، ظلم نمیکنه بالای مردم شیئا، ولا یک چیزی بسیار کم و کوچک، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لکن مردم ها خودشان چی هستن؟ بالای نفسای خود چی میکنن؟ ظلم میکنن. فکرتان باشه ما در آیت 25 در این سوره مبارکه خواندیم که والله یدعو الی دار السلام، الله شما را میخواه به سوی دار السلام، یعنی همو منزلی که در اونجا سلامتی هست که الله متعال برای مسلمان ها ای را آماده کرده. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و باز آیت 26 الله متعال گفته بود که للذین احسنوا الحسنى و زیاده، کسانی که نیکی کردن، انجام دادن نیکی ها را، بر از اینا الحسنى للذین احسنوا، کسانی که نیکی کردن، الله متعال بر از اینا نعمت های جنت میته. و کلمه زیاده اینجا که از مفسرین کرام در سر از حتی کتاب ها نوشته کردن و تشریحات کردن، کلمه زیاده یک موضوع اعتقادی بسیار مهم است که جنتی ها در جنت الله بر علاوه از نعمت های جنت، نعمت بزرگ جنت چی هست که کلمه زیاده را تفسیر میکنن، یعنی دیدار رب العالمین است در جنت الهی و زیاده. و این تأکید میکنه همی عقیده که وجوه یومئذ ناظره، الله متعال میگه که در روز قیامت روحها بسیار شاداب می باشند. ناظره و دات است، از نظرت و شادابی گرفته شده. الی ربها ناظره، به سوی پروردگار خود نظر میکنن. پس در اونجا الله گفته که جنتی ها روحهایشان چهرهایشان بسیار زیبا می باشه و اونا به طرف خالق متعال نظر میکنن. و در این آیت شریف الله متعال میگه برای کسانی که احسان کردن، این علما بین عدل و احسان یک فرق کردن. این باید بفهمین که چی فرق است بین عدل و احسان. مفسرین بعضی از علما آت تشریح میکنن، میگن که ان الله یأمر بالعدل، الله امر میکنه به عدل و الاحسان. پس میگه عدل چی است؟ عدلی است که انسان آنچه که آشکاراست و آنچه که مخفی هست، آنچه را که در آشکارا انجام میده و آنچه را که مخفی انجام میده، اردوی از زوره اردویش یکسان باشه، متعادل باشه. این عدل میگه. بعضی کساس مثلا ظاهرش بسیار خوب است ولی وقتی در خفا رفت باز همون تقوای ظاهری وجود نداره. پس اگر تقوای ظاهری و تقوای باطنی تو که مردم تو را نمیبینه تنها هستی، این عدل میگه. ان الله یأمر بالعدل. و احسان چی را میگه؟ احسانی را میگه که آنچه را مخفی انجام میدی از آنچه که آشکارا تقوا میکنی از او که برتر باشه، بازی را احسان میگه. پس کسانی که این تا عدل و احسان دارن، الله متعال بر از اونا میگه که نعمت هاست و زیاده. بر علاوه از این نعمت ها نعمت دیگه اضافی هست که او چی است؟ رؤیت پروردگار متعال است. بر علاوه
فیما لا عین رأت ولا اذن سمعت، همه چیزهایی که چشم ندیده، گوش نشنیده و حتی در قلب انسان خطور نکرده، این نعمتها هست. لکن از تمام نعمتها که برای یک انسان مؤمن با تقوا دیدار رب العالمین است که انسان الله متعال میبینه. و ما و شما همه قدر که در قرآن گفته به دیدن رب العالمین در روز قیامت باور داریم نظر به آیات قرآن، اما کیفیتش چون مربوط به غیب میشه، همیشه در غیب انسان مسلمان چی میکنه؟ توقف میکنه. اینجا هست 41. الله متعال گفت و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم، اگر اینا شما را تکذیب میکنن شما برشان بگوین که عمل ما ارتباط میگیره به من و اعمال شما تعلق میگیره به شما. انتم بریئون مما اعمل و انا بریء مما تعملون، ما بیزار هستم از آنچه که شما از ما بیزار هستین از اعمال من و ما بیزار هستم از اعمال شما. و باز الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و گفت و منهم ما یستمعون الیک، بعضی از اینها با تو گوش میتن، لکن اینا اگرچه ظاهرا گوش دارن، چشم دارن و از نگاه فیزیکی خوب صفا ستره جور هستن، آناتومیشان جور است لکن فیزیولوژیشان خراب است. کسایی که ساینس هم میخوانن آناتومی وجودشان جور است، خوب چشمای کلان دارن، خوب گوشهای بزرگ دارن، اما چشمشان وظیفه‌ای که باید چشم انجام بده انجام دادن نمیتونن. پس اینا کرهای حقیقی هستن و اگر تنها کر میبودن، بعضی کرها که حتی ظاهری هستن حق قبول میکنن، لکن اینا در پالوی ازی که کر باشه، وقتی که دماغش هم خراب باشه، تکلیف روانی و دماغی داشته باشه، ولو کانوا لا یعقلون، همین مفهوم میرسانه. بعضیشان به طرف سیل میکنه. آیا میتونی اون نابینایی که در چشم از او پرده غفلت و جهل و تعصب و تکبر باشه، به این معنی است که مثلا شما اگر برای یک کسی آینک‌های سیاه را بپوشانین در این مسجد داخل شه و کل ما شما را میگه اوه شما کلتان از افریقا هستین، اینجا شیشه ما بگیم نه ما افریقایی نیستیم، ما پوست‌های ما گندمی است، نه شما سیاه‌پوست هستین. ما برش میگیم که ما سیاه‌پوست نیستیم، لکن تو سفید است، در بین ما سفید پوست است، سرخ پوست است، زرد پوست است، گندمی هست. کل از یارا خودت سیاه به خاطر از این میبینی که در چشمت پرده سیاه عینکت هست. الله متعال میگه این مردم ها در چشمشان پرده های گمراهی است که پرده تکبر است. هیچ وقت انسان متکبر حق قبول نمیکنه. تکبر است، تعصب است، جهل است. این وقتی که در چشم انسان جهل باشه، باز هر قدر که قرآن بخونه باز اون نمیفهمه. از این خاطر الله متعال و رسول الله صلی میگه که وقتی انسان های قسم هستن، ای رسول الله صلی تو نمیتونی اینا را هدایت بکنی، اینا خودشان امی راه را اختیار کردن و حق هم قبول نمیکنه، پس متاثر به سخنای از آن نشو. ان الله لا یظلم الناس، الله متعال ظلم نمیکنه بالای مردم. شیئا این نکیره هست، یعنی هیچ چیزی به اندازه یک حجره، یک مخلوق یک حجروی ظلم الله متعال نمیکنه. ولکن الناس، لکن مردم انفسهم یظلمون، خودشان بالای نفسهای خود ظلم میکنن. ظلم همی است بالای نفس که انسان نفس خود به گمراهی ها مبتلا میکنه و این نفس ازی و اعضای بدن ازی به عذاب الله مبتلا میشه. از این خاطر میگه در یک روایت هست که همی چشما تمام اعضای بدن صبح پیش زبان من و برش بگن که از الله بترس، تو زبان استقامت کو که اگر تو زبان خود اصلاح کنی ما کل ما آرام می باشیم. پس الله متعال میگه که الله سر کس ظلم نمیکنه، لکن الناس انفسهم یظلمون، مردم به نفس خود ظلم میکنن، سخنهای میگن، اعتقادات را میکنن که اینا را به شرک و کفر میکشاند. و یوم یحشرهم، الله متعال میگه و در روز قیامت وقتی که اینا را حشر بکنه، حشر به معنای جمع کردن است، یعنی
وقتی که اینا را کلشان از قبرهایشان اگر در قبر دفن شده، اگر به شکل خاکستر است، امو عجب و ذنبش که در آتش نسوخته، از اونجا دوباره ای را زنده کنه و حشش کنه. اگر کدام حیوان خورده و ای امو عضو مخصوص یا حجره مخصوص انسان که به نام عجب و ذنب است، از ایش ای را پیدا بکنه. الله متعال میگه تمام از اینا را، ولو سوخته باشه، ولو در خاک اجزای بدن از این بین خاک بیخی ذوب شده باشه یا توسط آتش سوخته شده باشه، بالاخره وقت اینا را الله متعال جمع میکنه که ان لم یلبثوا الا ساعتا من النهار. بازیا او تو فکر میکنن که اینها در اینجا باقی نماندن. لبث به معنای باقی ماندن و بودن در یک ساعت از روز. اینا فکر میکنن والا ما بسیار وقت کم مانده بودیم در دنیا یا وقت کم مانده بودیم در اونجا. یتعارفون بینهم. باز همین مجرما، رهبرای طاغوتی، رهبرای احزاب کفری و پیروانی از اینا، باز اینا یک دیگه خودم میشناسن. قد خسره، یقینا که خسران کردن، الذین کسانی که کذبوا بلقاء الله، که تکذیب کردن به ملاقات الله، و ما کانوا مهتدین، و نبودن هدایت شدگان. و اما نرینک بعض الذی نعدهم، و اما و یا هم نرینک، حتما نشان میتیم تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعض الذی نعدهم، بعضی چیزهایی که ما برای اینا وعده میدهیم، او نتوفینک، و یا تو را نتوفینک یعنی به شکل کامل وفا بکنیم دیگه، و یا تو را چی کنیم؟ به شکل کامل بر تو یک چیز را بتیم، و یا تو را وفات بدهیم، یا مثلا تو وفات بکنی، اردوش ممکن است. فالینا مرجعهم، پس به سوی ما هست بازگشت از اینا. ثم الله، پس باز الله متعال شهیدون، شاهد است، علی ما یفعلون، بر آنچه که انسان یک فعل انجام میده، یک عمل میکنه. پس وقتی که ما و شما یک عملی را انجام میتیم، بالای عمل ما چندین شاهد است. شما در یک اتاق داخل میشین، دروازه های اتاق بسته میکنین و فکر میکنین که والله در اتاق در بسته دیگه این من تنها ما هستم، پرده ها هم کش است. الله متعال میگه که اولین شاهد بالای شما ما هستم، ما شما را میبینم. این آیت قرآن امیر میگه ثم الله شهیدون، باز الله شاهد است، علی ما یفعلون، به آن چیزی که اینا انجام میدن. الله شاهد است، کراما کاتبین شاهد میباشن. به همراه هر انسان دو ملائکه هست که اعمال خیر و شر زیر نوشته میکنن یا شاهد میباشن در روز قیامت. همچنان دو ملائکه دیگه هستن که اونا حفظه گفته میشن، که اونا انسانها را حفظ میکنن از حملات جنهای کافر. یکی جنهای مؤمن است که اونا برادران ما هستند. انما المؤمنون اخوة، جن مؤمن، انسان مؤمن برادرها هستند. انما المؤمنون اخوة. لکن جنهای کافر هم شیطان هستند و انسانهای کافر هم شیطان هستند. پس همراه انسان جن هم هست، ملائکه هم هست، و شاهد دیگه خالق متعال است. و چهارمی شاهد امو مکان زمینی که سر از تو چی میکنی؟ امو عمل انجام میدی. چهارمی شاهد است. پنجمی شاهد سر اعمال انسان چی است؟ اعضای بدن خود انسان. چشمت در روز قیامت سرت شهادت میده، گوشت شهادت میده. یک کس میگه خودم سر خودم چطور شهادت بدم؟ امروز ساینس کشف کرده که دی ان ای هست، دی ان ای انسان. الله متعال میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره بعینیه، به چشم خود میبینه. و اگر انسان عمل زشت کرده باشه او را هم به چشم خود میبینه. سابق که مردم تکنولوژی پیشرفته نبود، اینجا بهشون سوال پیدا میشد چه قسم ما یک عمل کردیم بازو رو ببینم. حالا ما و شما بعضی فیلمای چارلی چاپلین یک قرن پیش
چارلی چاپلین وجود داشته. حالا فیلمایش میبینیم یا نه؟ همین فیلمایش سر شهادت میده یا نمیده که همون وقت چارلی چاپلین که زنای برهنه فیلم برداری میکرد. همین حالا که ببینی پس فیلم خودش سر چی است؟ شهادت میده. الله متعال در آیت قرآن امیر میگه که مجموعه از شاهدان بالای شما هست که بزرگترین شاهد الله متعال است. ولکل امت رسول، الله متعال میگه ولکل امت، و برای هر امت رسول فرستاده هست. این جواب بعضی از اعتراضات است. شما ببینید قرآن عظیم شان تمام اعتراضات جواب میده. شاید شما کدام روز تو در صنفتان یا در کدام مجلس یا در کدام تلویزیون شنیده باشین یک کس میگه کل پیغمبرها خود تنها در این پیش چیز آمده اطراف بحیره مدیترانه بوده، در مثلا در فلسطین بوده و در شام بوده. خیلی مردمای دیگه که در چین بودن صاحب قوات چطور کردن؟ از او هیچ قرآن نگفته و پیغمبر نداشتن. اگر مثلا در سابق ژاپنی وجود داشته، هند وجود داشته، تاریخ‌های بسیار قدیم دارن اینا، آیت اونجا نبود. قرآن عظیم شان الله متعال میگه ولکل امت، برای هر امت، امت چینایی، ژاپنی، هندی، فرانسوی، اروپایی، افریقایی، برای کل از اینا الله متعال چی کرده؟ پیغمبر فرستاده هست. باز آیت دیگه قرآنی رو تفسیر میکنه، باز میگن قصه های بعدشانه براتون گفتیم من حیث مثال که شما از او پند بگیرین. و قرآن کتاب قصه نیست که یک لگو 20,000 پیغمبر قصه کلش اگر میگفت از اول تا آخر، حالا شاید مثلا قرآن میشد 150 جلد میشد. قرآن خب کتاب قصه نیست، قرآن کتاب هدایت است. از پیغمبرها را قصهش هم نمیکنه بیان، مثال هایش میاره. شما در 10 جای قرآن قصه موسی علیه السلام میافین. اگه قصه می بود خب باید در یک جای قرآن می بود، نه؟ یک سپاره میخوانی قصه موسی کت فرعون، باز میخوانی یک موضوع دیگره، باز وقتی که تو یک مثال برابر میشه باز مثالی از موسی و فرعون میاره. پس 10 جای یک درباره موسی و فرعون یا از نوح علیه السلام شما جاهای متعدد میبینید ذکر شده است. پس این میره میگه که ولکل امت رسول، هر امتی در هر جایی که بودن اینا پیغمبر داشته. فاذا جاء رسولهم، وقتی که پیغمبرشان آمد، قضی بینهم، فیصله شد در بینشان، بالقسط، به عدالت. هر پیغمبری که آمده عادلانه قضاوت کرده، عادلانه فیصله کرده. و هم لا یظلمون، و بالای از اینا هیچ ظلم نمیشه. و یقولون، و میگفتن متى هذا الوعد، این وعد چه وقت است؟ یعنی روز قیامت یا عذاب الله که است، این چه وقت است؟ این کنتم صادقین، اگر شما مردم راستگو هستین. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لا املک، و مالک نیستم لنفسی، برای نفس خودم، ضر ولا نفع، ما خودم که پیغمبر هستم برای نفس خود ضرری را و یا منفعتی را جلب کرده نمیتونم. هر چیزی که هست از جانب الله هست، الا ما شاء الله، مگر آنچه را که الله متعال بخواه. یعنی نفع ضرر حتی پیغمبر میگه من رسانده نمیتونم برای نفس خود، بر شما خود رسانده نمیتونم، من فقط تبلیغ میکنم، شما افراط در قسمت من نکنین، الله را بر من نتین. از این خاطر عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که آیات قرآن میخونه و در مقابل حجر الاسود استاد میشه، میبینه که سر حجر الاسود بیروبار است، مردم میدوان و حجر الاسود ماچ میکنن، ایستاد میشه در مقابل حجر الاسود. و به خاطر که عقیده همون کسایی که از امیر المؤمنین از خلیفه مسلمان ها هست سر عقیده مردم کار میکنن، میبینه که مردم زیاد حجر الاسود ماچ میکنن و بغل میکنن، استاد برش میشه و برش میگه او سنگ سیاه، تو یک پارچه سنگ سیاه هستی، نه بر ما نفع رسانده میتونی نه ضرر رسانده میتونی، فقط ما به خاطر ازی که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله بوسه نمیکرد من هیچ بوسه هم نمیکردم، لکن به خاطر یک سنت رسول الله صلی الله علیه و آله چی میکنم؟ بوسه میکنم، اما تو هیچ منفعت و ضرر بر من رسانده نمیتونی. چرا؟ منفعت و ضرر که از جانب الله هست، الله بر من هر چیز مقدر کرده و میرسانه. تو چی هستی؟ تو سنگ هیچ کار کرده نمیتونی. متوجه هستین؟ از این خاطر فرق بین حجر الاسود ما و شما که عقیده داریم که هیچ نفع و ضرر رسانده نمیتونه و فقط یک بوسش میکنیم به خاطر از اینکه از جنت آمده، یک سنت است، این فرق میکنه با اون سنگ هایی که بت پرستا او را میرن، از اون نفع طلب میکنن، ضرر طلب میکنن، او سنگ توتیش در گردن خود میپرتن، او را ماچ میکنن و او را میگن بر از او رکوع میکنن و سجده میکنن. این فرق از بین عقیده توحید اسلامی
این حال کسایی که میگن که مثلا این فلان شخص میتونه، حال مثلا مردم میگه که اگر سردرد بودی در فلانی زیارت برو، اگر گلون درد میکرد در فلانی زیارت برو، اگر گردن درد میکرد در فلانی زیارت برو، اگر پای درد میکرد در فلانی زیارت برو، اگر اعصابت خراب بود در فلانی زیارت برو. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نه، عقیده توحید قرآنی همین است که من خودم که پیغمبر هستم بگو برشان، من خودم برای کس نفع و ضرر رساندن نمیتونم. متوجه هستی؟ تا بال در قبر من کسی کور بینا نشده. دیگرها چطور خواهی میتونن که باز از کرامات از او باز کور بینا میگی شود؟ این خود عقیده سازنده هستن، سازنده هستن که تمام روز که دول عقیدهشان بر دول است سرنه است. عقیده توحید این قسم نیست. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و امر میکنه، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و این امر محض بالای تو که لا املک لنفسی، من که پیغمبر هستم مالک نیستم برای نفس خود ضررا ولا نفعا، نه به نفس خود ضرر رسانده میتونم، ولا نفعا و منفعت هم رسانده نمیتونم، الا ما شاء الله، مگر آن چیز را که الله بخواهد. لکل امت اجل، برای هر امت یک اجل، یک وقت مشخصی تعیین شده. اذا جاء اجلهم، وقتی که بیاید برشان اجلشان وقتشان، فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. فلا يستأخرون ساعة یعنی یک ساعت، یک لحظه هم، یک ثانیه هم تأخیر نمیشه، ولا يستقدمون و یک لحظه هم پیش نمیشه. کس نمیتونه که اجل شما را پس و پیش بکنه. قل ارایتم، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله، ارایتم آیا دیدید ان آتاکم عذابه، اگر بیاید بر شما عذاب الله بیاتا، در شب بیاید عذاب الله، او نهارا یا در روز بیاید عذاب الله بالای شما، ماذا یستعجل منه المجرمون، بر چی عجله میکنه از عظمی عذاب مجرما میخوان که بر ما چی شود؟ همین عذاب الله زود بیاید، میگه بیارشونه. ثم اذا ما وقع، آیا آن وقتی که واقع شود، آمنتم به، باز شما ایمان میارین به آن. یعنی بسیاری کسا از وقتی که سرشان عذاب بیاید باز بعد از او دیگه باز میگه ما ایمان آوردیم. الان وقد کنتم به تستعجلون، الله متعال میگه همکنون وقد کنتم، آل میخواین که مؤمن شوین، وقد کنتم و یقینا که شما بودین به همی عذاب الله تستعجلون، بسیار عجله میکردین، طلب عاجل. استعجال چی معنی که یعنی یک عذاب بر ما خوب طلب میکنه که عاجل بر ما امی عذابن. ثم قیل للذین ظلموا، سپس گفته میشه برای کسانی که ظلم کردن، ذوقوا عذاب الخلد، بچشین عذاب ابدی را، هل تجزون، آیت جزا داده میشوید، الا بما کنتم تکسبون. اینجا هل به معنای لا هست، یعنی لا تجزون الا بما کنتم تکسبون، پس بر شما جزا داده نمیشه مگر به اون کاری که خودتان کسب کردین. کسب کردن چی معنی؟ مثل که یک نفر یک کار خودش میره یاد میگیره، اینو کسب میگن. مثل که ما شما یک کس پرسان میگیم تو چی کسب داری و میگه والا من نجار هستم. نه تو چی کسب داری؟ میگه من مشرک هستم. مشرک کسب کرده. تو چی کسب کردی؟ میگه من بسیار زناکار بودم. تو چی کار هستی؟ میگه من بسیار دزد بودم. نه الله متعال میگه همون چیزی که خودتان کسب کردین اون براتون جزا داده میشه. و یستنبئونک احق هو، نبأ خبر میگه، استنباط طلب خبر میگه. و یستنبئونک، و از تو طلب خبر میکنن، احق هو که آیا امی سخنا که در قرآن است آیا حق است؟ قل بگو ای بله، و ربی، اینجا الله متعال بر رسول الله قسم بخو برشان، و ربی، و قسم از بر رب من. بعضی کساست میگن این قسم خوردن نارواست، ولی قسم ناحق نارواست. قسم حق و ناروا نیست. اگر ناروا می بود خب الله و رسولش گفته قسم بخور. از این خاطر در چندین جای رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرده، خود الله قسم یاد کرده. متوجه هستین؟ از این خاطر علما میگن که یک کس پیش یک عالم آمد و برش گفت که تو چرا قسم یاد میکنی؟ قسم خو نارواست. و گفت چرا ناروا باشه؟ در قرآن الله متعال میگه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قل برشان بگو ای و ربی انه لحق، بله اینمی حق است، قسم از بر رب مکه هیچی از حق است. و ما انتم بمعجزین، و نیستید شما عاجز کنندگان. ولو ان لكل نفس ظلمت، ولو اگر ان یقینا باشد لكل نفس برای هر شخص ظلمت که ظلم کرده. این حال بعضی اوقات کافرها چی میگن؟ کافرها فکر میکنن که می آخرت هم مثل دنیا وارست. در دنیا خود میگه کدام وقت ما جرم میکردیم، خرابی میکردیم، اختطاف میکردیم، جنایت میکردیم، باز ما را
پلیس و سارنوال محکمه کس یک مقدار رشوت به پلیس میدادیم، یک قسمت رشوت به قاضی و به سارنوال، باز ما را خلاص میکردن. برو آخرت ما مت میکنیم، ما پیسه دار هستیم. الله متعال میگه آخرت کسی اینجا جای رشوت خوری نیست. ولو ان لكل نفس، و اگر باشه برای هر صاحب نفس که ظلمت که ظلم کرده، همین شخص ما فی الارض، ظلمت اینجا ای اشرکت، شرک آورده، کفر کرده، جنایت کرده، خیانت کرده. اگر برازی باشه ما فی الارض، آنچه که در زمین است، کل طلاهای زمین، کل ذخایر و معادن زیرزمینی و سرزمینی پیش ازی باشه، لفتدت بهی، که بخواه او را فدیه بده یا بخواه او را رشوت بده، هیچ وقت ای به دردش نمیخوره. اگر کل ازیان باشه هیچ فایده برش نمیکنه. و اصر الندامت لما رأوا العذاب، باز اینجا چی میکنن؟ باز پت اصر رو دیگه همون تو چی میکنن؟ خوب همون تو اصرار میکنن، یا مثلا سری و پت چی میگن همون ندامت و پشیمانی خدا. چه وقت؟ لما رأوا العذاب، وقتی که باز عذاب الله را ببینه. و قضی بینهم بالقسط، الله متعال میگه این قاضیا و سارنوالایی که رشوت میخوره یا خود عدالت نمیکنن، در آخرت که هست کل فیصله ها چی هست؟ عادلانه هست. وقتی که رشوت خورده شد خب باز عدالت نمیشه. اینجا چون رشوت نیست، عوضی نیست، اینجا باز عدالت چی میباشه؟ و قضی و فیصله کرده میشود بینهم، در بین ایشان، بالقسط، به عدالت، و هم لا یظلمون، و بالای از اینا هیچ ظلمی صورت نمیگیره. الا، آگاه باشید. الا همیشه فکرتان باشه، الا به معنای آگاه باشید. الا این حرف تنبیه هست، آگاه باشید. بعضی کسا الله را صحیح تلفظ نمیکنن، ما شما نام الله را باید بگیم الله. بعضی کسا که میگه الا، این معنای نمازش غلط میشه، نمازش غلط است. الا، آگاه باشید، ان لله ما فی السماوات والارض، یقینا که لله خاص برای الله هست. اینجا توحید چیه؟ توحید ربوبیت و مالکیت، توحید در تصرف بیان میکنه. آگاه باشید که لله ما فی السماوات والارض، که خاص برای الله هست ما آنچه که در فی السماوات در آسمان هاست، والارض و آنچه در زمین است. الا ان وعد الله حق، الا آگاه باشید، این یقین داشته باشید که وعد الله حق، وعده الله متعال حق است. ولكن اکثرهم لا یعلمون، ولكن اکثریت از اینا علم نداره. هو الله متعال ذات است که یحیی، زنده میکند، و یمیت، و میمیراند. اینه زندگی و مرگ به قدرت کی است؟ به تصرف کی است؟ به تصرف الله است. هو یحیی و یمیت، الله متعال ذات خالق، ذات یگانه هست که فقط او یحیی، زنده میکنه، و یمیت، و میمیراند. و الیه ترجعون، رجوع داده میشوید شما، یعنی الله شما را به طرف الله رجوع میده. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتكم موعظة من ربكم، ای مردم قد جاءتكم، قرآن بر شما آمد. قرآن چند چیز است؟ 4 چیز. بسیاری مردم ما میخوایم کسی برای من موعظه بکنه، میگه در قرآن است. کس میخوایم شفا داشته باشم، قلبم فکرم جور شوه، میگه در قرآن است. کس میخواد که بالای من رحمت الله نازل شوه، میگه در قرآن است. کس میخواد هدایت، الله میگه در قرآن است. قبول دارین شهادت الله را؟ الله متعال میگه یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتكم، یقینا که آمد بر شما 4 چیز، 4 نعمت از جانب الله. موعظة من ربكم، موعظه از جانب پروردگارتان آمد که در قرآن و سنت است. و شفاء لما فی صدور، و شفا در آنچه که در سینه های شما هست، بر شفای قلبتان، شفای داخلیتان، شفای فکرتان، تصحیح عقلتان، روشن فکریتان، این هم در قرآن است. و هدن، و شما هدایت طلب میکنید، هدایت هم در قرآن است. و رحمت هم در قرآن است. برای کی هست؟ ارچار ازی للمؤمنین. برای کی؟ برای کسایی که مؤمن هستند. اگر ایمان نداری باز برو این چیزا را از دیگران طلب بکن. قل بفضل الله و برحمته، بگو که این همه به فضل الله است و برحمت الله است. فبذلك فلیفرحوا، پس به این نعمتهای الله باید اینا خوشحال شوند. هو خیر مما یجمعون، اینمی هدایت و موعظه و شفا و رحمت الله بهتر است نسبت به آن چیزی که اینا جمع میکنند. قل ارایتم، بگو آیا دیدید، ما انزل الله لكم، آنچه را که نازل کرده الله متعال بر شما، من رزق، از رزق، فجعلتم منه حراما و حلالا، مردمای جاهلیت یادت داشتن از رزق خود
از طرف خود حلال و حرام تعیین میکردن. یعنی اینا میخواستن اما سید الله هست، سید الله هست، السید هو الله. سید کی هست؟ او کسی که تعیین میکنه چی حلال است، چی حرام است، چی خوب است، چی خراب است، و کسی در مقابل گپ از او هیچ گپ زدن نمیتونه. ایره توحید حاکمیت میگن که در حاکمیت الله تو تصرف نکنی. قانون را که الله تعیین میکنه که چی خوب است چی بد است، ارزش هایی را که الله تعیین میکنه در او باید تو مداخله نکنی. الله متعال میگه انسان های جاهلی است که آنچه که الله حلال کردن و یا الله حرام کرده اونا تغییر میدن. این عادت انسان های جاهلیت است. امروز هم امی هست که میگه حکومت مردم توسط مردم برای مردم، یعنی حلال و حرام خود مردم تعیین میکنه. اینی عادت جاهلیت، یعنی دموکراسی امروزی جاهلی مساوی هست با جاهلیت قرن 21. کس پرسان کرد که جاهلیت قدیم چی بود؟ میگه جاهلیت قبل از اسلام جاهلیت کلاسیک بود. جاهلیت مدرن چیست؟ جاهلیت مدرن عین کارمو جاهلا را میکنن لکن با اسالیب جدید. حالا میگه قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق، بگو آنچه که الله متعال نازل کرده از رزق، فجعلتم پس گردانید منه از او حراما و حلالا، بعضش حرام ساختین بعضش حلال ساختین. قل الله اذن لكم، الله به معنای آیا الله اذن لكم اجازه داده برای شما؟ سوال است اینجا. ام علی الله تفترون، یا این که شما بالای الله تفترون افترا میکنین، دروغ میگین. بسیاری کساست وقتی که حلال و حرام بدون از اینکه به قرآن و سنت مراجعه بکنه از دل خود حلال و حرام میکنه، یا از دل خود عبادت ها را مثلا تعیین میکنه، یا میگه که اینی چیز ثواب داره و او کار پیغمبر نکرده، در قرآن و سنت سند نیست، یا افترا بالای الله میکنه. و بدعتکارا عادتشان اینمی هست. انسان های بدعتکار الله چرا بد میبینه؟ میگه شیطان بدعتکار بسیار دوست داره از گناهکار کردن، از زناکار کرده، شیطان بدعتکار دوست داره. چرا؟ میگه زناکار سر خود ظلم کرد، بدعتکار تهمت کرد سر الله و رسولش. از این خاطر شیطان میگه این کافر شد. و زناکار خب میشه توبه بکنه، اما این سر الله چی کرده؟ تهمت کرده. ام علی الله تفترون، یا شما بالای الله افترا و تهمت میکنه. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، وما ظن الذين، و چیز گمان کسانی که یا عقیده کسانی که یفترون تهمت میکنن على الله بر الله الكذب دروغ را یوم القیامه، که باز روز قیامت روزگار شما چه قسم میباشه؟ همین کسایی که سر الله تهمت میکنن، ببین خوب خیرات هم کردی، خوب روز 2 روز 3 شب جمعگی 40 خوب پیسا را مصرف کردی، در روز قیامت الله و رسولش تو را استاد کنه برش بگه که در کجای قرآن آمده بود که برو سر مرده 3 شب و 3 روز نانشانه بخور؟ این شب جمعگی در کجا آمده بود؟ این روز 40 از کجا پیدا کردی؟ ثواب داشت؟ تو به قصد ثواب کردی، یعنی که در دین است. دین مرا بدنام کردی. کافر که آمد سعی کرد که چه قسم ظالم مردم است، از زیر پدرش مرده 400 نفر سرش نان میخورن. این نان خوردن سر پدر زیر از کجا کردی؟ الله متعال میگه و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب یوم القیامه، چیز گمان کسانی که افترا سر الله میکنه باز روز آخرت روی سیاه میشه، شرمنده میباشه، پیسایش هم رفته رسوا میشه. العیاذ بالله، چقدر سخت است. ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال ذو فضل علی الناس، بسیار صاحب فضل است بر مردم، ولكن اکثرهم لا یشکرون، ولكن اکثریت مردم شکر نعمت های الله را نمیکنن. و ما تکونوا فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كن علیکم شهودا. الله متعال میگه و ما تکونوا فی شأن، یا نمی باشی در کدام حالتی، و ما تتلو منه من قرآن، و یا تلاوت نمی کنی آیاتی از قرآن را، ولا تعملون من عمل، و شما عمل نمی کنید کدام عمل را، الا كن علیکم شهودا. الله متعال میگه من شاهد هستم بالای شما. سبحان الله. این ما و شما الله هر لحظه را میبینه. چقدر امر الله قبول بکنه از ما و شما، الله راضی میشه که الله متعال شاهد باشه و ما و شما را ببینه، ملائکه ها شاهد باشه و ما و شما کتاب الله را میخوانیم. الله متعال میگه و ما تکونوا فی شأن، در هر حالت نمی باشی، در هیچ حالت نمی باشی، و ما تتلو منه من قرآن، و هیچ آیت قرآن نمیخوانی، ولا تعملون من عمل، و نمیکنی هیچ عملی را، الا كنا علیکم شهود. الله متعال میگه ما شاهد میباشیم، الله شاهد میباشه.
ملائکه شاهد می باشن، مخلوقات الله شاهد می باشن. اذ تفیضون فیه، وقتی که چی میکنین؟ تفیضون دمو حرکت میکنین در آن. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره، میگه و ما یعزب و ما یغیب، غایب نمی باشه، عن ربک از رب تو، من مثقال ذره، به اندازه یک مثقال ذره، فی الارض در زمین، ولا فی السماء و نه هم در آسمان، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، و نه ازو کده کمتر و یا ازو کده بزرگتر. مثقال ذره را میفهمین؟ میگه مثقال ذره چقدر است؟ این امی طرف چی سیل کنین؟ امی طرف کلکین، امی میده یکایی که از جارو کردن یگان میده یکا، همینجا چی میشه؟ در افتا معلوم میشه. این مثقال ذره میگن. فهمیدین یعنی؟ میگه چی به این اندازه باشه که شما با چشم دیده میتونین، یا از این که کوچکتر باشه، مثل موجودات یک حجروی که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه. الله متعال میگه که و ما یعزب، و غایب نمی باشه از رب تو، مثقال ذره، به اندازه مثقال ذره، فی الارض در زمین، ولا فی السماء یا در آسمان ها باشه، ولا اصغر من ذلك یا از اینکه کوچکتر باشه، ولا اکبر یا بزرگتر باشه، الا فی کتاب مبین، امی کل از اینا یک در کتاب آشکارها ثبت و درج میشه و درج می باشه. کل از این الله کل از این میفهمه. حال یک موضوع بسیار قوی اعتقادی را میگه که کی است؟ اولیاء الله هست. اولیاء الله کسانی که دوستای الله هستند. حال صفاتشون هم بیان میکنه، باز خود قرآن تعریف میکنه. الا ان اولیاء الله، الا آگاه باشین او مردم که ان اولیاء الله، کسانی که اولیاء و دوستای الله هستند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف به گذشته می باشه و جگرخونی از آینده می باشه. میگه چون ولی الله هست، در گذشته جرم نکرده، خوف نداره. خصوصا میگه در وقتی که انسان ملک الموت می و روح انسان قبض میشه، باز همیچ انسان تمام اعمال خدا میبینه، جنایات خدا، گناههای خدا کلشه. دوستای الله او است که وقتی که اعمال سابقه خدا برش آشکار میشه، هیچ خوف نمی داشته باشه، کاری نکرده که مخالف قرآن و سنت باشه. ولا هم یحزنون، یا جگرخون هم نمی باشه. چرا جگرخون نمی باشه؟ به خاطر از اینکه ملائکه برازی می بسیار خندان، بسیار خوشحال، ملائکه های رحمت می روح از را قبض میکنن. اینا اولیاء الله هستند که گذشته خوب دارن، آینده خوب دارن. گذشتهشان هم مطابق قرآن و سنت است و آیندهشان هم رضایت الله متعال است. خب حالا یک کس میگه خب من میخوایم از جمله اولیاء الله شوم، خودم هم دوست الله باشم، چی بکنم؟ حالا تعریفش میگه بر ما شما، میگه الذين آمنوا و كانوا يتقون. این تعریف ولی الله را الله میکنه. میگه دوست من اولیاء الله کی هستن؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله میگه که من براتون تعریف میکنم، الذين آمنوا، اولیاء الله کسانی هستن دو صفت دارن. آمنو یعنی ایمان با یقین دارن، با قرآن یقین دارن، با سنت رسول الله صلی الله علیه و یقین دارن، قبول دارن. این صفت اولشون. صفت دومشون چی است؟ و کانوا یتقون، با تقوا هستن، عورت خدا ستر میکنن، چشم خدا میپوشانه، چشمش مطابق امر الله. تقوا چی است؟ تقوا این است که از یک صحابی پرسان شد که تقوا چی است؟ گفت فکر کو که در یک دشت هستی، در یک دشت بسیار خار است، بسیار سنگ هاست، بسیار چیزهای مضر است و تو هم پایلوچ هستی، در دشت چه قسم حرکت میکنی؟ کل زمین خار گرفته، سنگای بسیار تیز است، پایت هم لچ است. حالا اگر پایت بانی قطع میکنه سنگ، گفت بسیار دقیق سیل میکنم که در کجا خار نیست، سنگ نیست، شیشه نیست، چیز مضر نیست، بازمون جای آستایی که چی میکنم؟ پای خودم میمانم. گفت تقوی نمیره، میگه که وقتی یک گپ میزنی خوب سنجش میکنی که این گپ خوب گپ است یا بد گپ است. وقتی که یک عمل میکنی پیش خود خوب سنجش میکنی که به نفع آخرت است یا نیست. متوجه هستی؟ این تقوا میگه. اینا الله متعال میگه اگر کسی چشم خدا مطابق امر الله با همون احتیاط استفاده کرد، گوش خدا بسیار با احتیاط. من چی میشنوم؟ بعضی کساس تمام روز ساز میشنوه، حرام میشنوه، در مجلسای میشنوه، کلش چتیات است. باز میگه ما بسیار با تقوا هستیم. اگر تو تقوا میداشتی تو مجلس میشیشتی، اگر تو تقوا میداشتی توی فیلم ها رو سل میکردی،
اگر تو تقوا می داشتی فیسبوکت همین قسمی می بود، همین قسم عکس داده فیسبوکت می بود. اگر تو تقوا می داشتی رفیقای دوستایت همین قسم مردما می بود. اگر تو تقوا می داشتی پیسه تو از همین قسم از حرام می آمد. اگر تو تقوا می داشتی چهری توی قسمی می بود. اگر تو تقوا می هزارها کار زندگیت تو سعی کدامش مطابق شریعت الله است. الله متعال میگه اینی اولیاء الله است. حالا در کشور ما و شما به اصطلاحات قرآنی بیخی از این مردم غلط استفاده میکنن. کل اصطلاحات، اصطلاح شهید سر هر لندغر که مرد میگه شهید است. یک نفر خوب میفهمی که در اختطاف مردار شده، اختطاف کرده کشته شده، در دزدی مرده، در تجار مواد مخدر مرده، در دوستی با کفار مرده، زیر بیرق لینن مرده، طرفدار کمونیسم بود به خاطر کمونیسم کشته شده. باز کل شهید فلانی شهید. این اصطلاحات قرآنی را گرفتن برای خود سر هر چیز مانده. اولیاء الله هم در افغانستان گدوت شده پیش مردم. حالا هر کس که کالای خود تنبان خود کالای خود کشید در سر یک کوتل شش ماه باز میگی ولی خداست. سازندام که مرد و هم ولی خداست. یک شاعر که تمام روز شعرهای شراب و قمار و دزدی و ترا را گفت، مردم به شراب و زنا و گپا دعوت کرد، و هم که دیگر روز مرد باز میگی ولی از اولیاء الله بود. الله متعال میگه افترا سر الله نکنین. این کسایی که کارا میکنن اصطلاح قرآنی را سر انسانهای کثیف و نجس میگذارن یا تهمت سر الله میکنن، افترا میکنن سر الله و سر رسولش. الله میگه ولی من، دوست من کسی است که دو صفت داشته باشه. اول ایمان داشته باشه، دوم چی داشته باشه؟ تقوا داشته باشه. این الله متعال میگه الا آگاه باشین و مردم اولیاء الله، یقینا اولیاء الله باید، اگر کس از اولیاء الله انکار میکنه کافر میشه. چرا این اولیاء الله در قرآن ثابت است، لکن کیست اولیاء الله اینو باید بشناسیم. حالا تو هر لندغه را بیار بر من سازنده را بگویی ولی الله هست، باز ما بگیم میره من قبول ندارم، باز تو میگی شما اولیاء الله را قبول ندارید. نه، ما اولیاء الله را که قرآن بر ما گفته ولی الله هست قبول داریم. الا آگاه باشید ان اولیاء الله، یقینا که اولیای الله لا خوف علیهم، نیست ترس علیهم بالایشان، ولا هم یحزنون و اینا جگرخون هم نباشن. یا الله کی هستن اولیاء الله؟ الله میگه الذین اولیاء الله کسانی هستند که آمنو ایمان داورده اند بسیار با آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. شرایط ایمانی در وجودشان با تمام ارکان ایمان و شرایطش در وجود از اینا هست. و کانوا یتقون، و اینا می باشند با تقوا، یا انسانهای با تقوا می باشند. لهم البشرا، برای اولیاء الله چی منفعت است؟ آیا ما میتونیم به اولیاء الله شی؟ میگه بله، هر کس میتونه در جمله اولیاء الله خود داخل بکنه. کل ما و شما ان شاء الله دوستای الله هستیم. چرا؟ اگر ولی الله نبودی، دوست الله نبودی، پس به ایمان است که دشمن الله هستی. کل ما اولیاء الله هستیم. لکن خیر رهبر ما بزرگ اولیاء الله کی است؟ دوستای الله بزرگش کی است؟ شاه اولیاء کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آدم علیه السلام است، نوح علیه السلام است، ابراهیم علیه السلام است. اولیاء الله در هر عصر رئیس اولیاء الله پیغمبرشان است. فهمیدین یعنی؟ بازدگرا که است، بازدگرا معاونینش است، وزیرایش است، کابینهش است، پایین شدن میره. ما و شما خیر از اولیاء الله چپراسیایش، ما چپراسیایش. الله قبول ما بکنه در جمله چپراسیای اولیاء الله، چپراسی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. دمی هم که ما را الله حشر کنه خوشحال هستیم. چرا خوشحال هستیم؟ میگه به خاطر از اینکه لهم البشرا، بر از اینا بشارت است. سبحان الله. فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا هم الله برات میگه که در دنیا ما بر تو را نیکبخت میسازم. و فی الاخرت، و در آخرت هم بر از اینا بشارت است. لا تبدیل لکلمات الله، الله میگه که او مردم سخنای الله را تبدیل نکنین. شما اگر تبدیل کنین، دروغ افترا سر الله بکنین، کلمات الله که در لوح محفوظ نوشته هست، اولیای الله اونجا ثابت است، معلوم است، او را کس تبدیل کرده نمیتونه. اولیاء الله کسی است که او را الله در لوح محفوظ دوست خود نوشته کرده. لا تبدیل، تبدیل نمیشه، تبدیلی نمیشه کلمات الله، با کلمات الله که در لوح محفوظ است، در تقدیر است، مقدر است، نوشته شدگی هست. الله او را میگه که نوشته بکنین ذالک الفوز العظیم. اینمی هست بسیار کامیابی بزرگ که تو اولیاء الله را بشناسی، خدا ولی الله بگردانی، دوست الله بگردانی، مستحق بشارت الله بگردانی در دنیا و آخرت. ولا يحزنك قولهم، الله میگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر اینا با سر تو تهمت‌های ناق میکنن، دشنام میتنن، کلمات زشت برای تو استعمال میکنن، جگرخون نشین. ای دعوتگر مسلمان،
اگر مردم تو را باز گپای زشت میزنن، تو که قرآن قبول داشتی و سنت رسول الله را عمل کردی، با سخنای از اینا هیچ وقت تو را جگر خون نسازه. چرا؟ ان العزت لله جمیعا، عزت پیش از یا نیست، عزت پیش الله هست. کل عزت پیش الله هست. اصلا عزت پیش الله هست. عزت به دست مخلوق نیست که مخلوق تو را مسخره‌گی میکنه، سر تو نام میمانه، سر تو رشخندی میکنه، سر تو فکایی میکنه. بعضی کسا که دعوتگرای ضعیف هستن، نه امی دو کلمه گپ که زد بسیار جگرخون میشه، والله مرا مردم ذلیل ساخت. نه، اون نفری که سر تو رشخندی کرد او خود ذلیل ساخت. عزت خو پیش الله هست. تو دوست الله هستی، الله تو را عزت داده. گپای مردم که از هیچ بدر نمیخوره، در هوا میره، هیچ بی ارزش است. الله متعال میگه که ان العزت، اگر تو عقیده داری، مسلمان هستی، موحد هستی، یکتا پرست هستی، اینال تو مسلمان یکتا پرست بدان که عزت که از لله، تمامی عزت لله، خاص برای الله هست. جمیعا تمامیش هو السمیع العلیم. الله متعال مشنوه سخنان تمام مخلوقات خدا. باز میفهمه که کی سخنایی را میگه که در او سخنای ازی ایره در ولایت الله داخل میکنه. چه قسم سخن گفتی که سخنت الله قبول بکنه، باز بگه که دوست ما هست. العلیم، و بسیار الله متعال عالم است، میفهمه که تو چی عمل کردی، که آیا تو ولی الله شده میتانی یا نمیتانی، کار الله هست. الا آگاه باشین او مردم، این یقینا که لله من فی السماوات و من فی الارض، تمامی مخلوقات، اینجا من میگه به ذویل العقول میگه تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، تمام ملائکه، تمام مخلوقاتی که ما و شما نمیدانیم، و من فی الارض، و تمام مخلوقاتی که در زمین هستند، تمام از اینا انسان ها، ملائکه، پیغمبرا، اولیاء الله. الله متعال مالک متصرف تمام از ایناست. اینجا مالکیت تصرف الله را در تمام مخلوقات ثابت میکنه، در وجود ملائکه، در وجود انسان ها، در وجود تمام. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا. و ما اینجا را علما میگن میتونی که ما را موصوله بگیری، بگویی که و همچنان ما، همچنان الله خاص برای الله هست، ما آن مخلوقات سیکو بر از این مخلوقات که اینا عبادت میکنن، الله گفته یا بیجان هستن، ما بیجان یا گفته به این مخلوقات بیجانه که یا میرن چی میکنن؟ سجده میکنن برای این مخلوقاتی که او بیجان است. اگر قبر است روحش رفته، اگر انسان خوب است روحش رفته در اعلی علیین، روحش رفته مثلا در کجا رفته ارواحشان؟ ارواح نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. در احادیث میگه که در چی است؟ در جاغورهای، پرنده های سبز رنگ است که در باغهای جنت یا آبیاری میشن. فهمیدین نمیفهمین؟ در اونجا یا اونجا میرن، از اونجا لذت از غذاهای جنت میخورن. اینا میگه کسایی که اینا یا پیروی میکنن یا بت‌هایی را که اینا عبادت میکنن، و ما یتبع الذین، و آنچه را که مطابقت میکنن، الذین، از کسانی که یدعون من دون الله، که اونا دست دعا را بر از بلند میکنن به غیر از بارگاه الله، شرکا، اینا را شرکا ساختن برای الله متعال. الله متعال میگه الله مالک کل از اینا هست، کل از اینا مخلوقات الله هست. و یا همت میشه که ما را نافیه بگیری، بگی که و ما یتبع الذین، و متابعت نمیکنن الذین، کسانی که یدعون من دون الله، دست دعا بلند میکنن به سوی الله، اونا را شریکا میگیرن. این یتبعون، اینا متابعت نمیکنن الا الظن، اینا همیشه از گمان چی میکنن؟ بسیاری وقتا همین مسئله ظن کسنه. و این هم الا یخرسون، اینا ظن چی را میگن؟ میگه که اینا که هستن اینا متابعت نمیکنن مگر چی را؟ امو ظن یا گمان خدا. تبعون الی الظن، الله متعال میگه اینا پیروی نمیکنن مگر از گمان. شما اکثر فلاسفه را وقتی که ببینین، امو نهایت گپ از اینا چی است؟ به اساس گمان ها هست. مثلا وقتی دروازه تق تق میشه، حس داریم، حس برای ما میگه، حس دروازه تق تق شد، حس برات میگه دروازه تق تق است، خلاص. حال عقل برات میگه که این تق تق که میشه حتما در پشت دروازه کسی هست. سیز نه؟ حال شما انسان ها تقسیم میشه به 3 حالت امیال پشت دروازه. یک تعدادش تسلیم میشه
با یک تفلک خورده که در اینجا هست میفهمه که حس و عقل ما در اینجا کار نمیکنه که پشت دروازه کی است. اما بیادرک خورده تا میگی تو برو بچه می دروازه رو باز کن که پشت دروازه کی است. صحیح نه؟ او تفلک میگه کاکایم بود، برو بگوش بیاد او خانه بشی. صحیح شد نه؟ این تسلیمیش. قسم دومش کسایی هست که میگن نه، اصلا این تق تق و این صدا و این گپا که حس مداد عقل مداد این اصلا هیچ چیز نیست، خیال است. یک قسم فلاسفه اوهامگرا هستن، هیچ چیز نیست، ناقصی صداها. و قسم سوم دیگه از یک تعداد فلاسفه هستن که امی ظن، باز میگن نه من تصور میکنم پشت دروازه کی باشه. یکیش میگه پشت دروازه شاید شادی باشه، یکی دیگهش میگه پشت دروازه سرمعلم است، دیگهش میگه پشت دروازه مدیر است، دیگه میگه پشت دروازه رئیس است، دیگه میگه همسایه ما باشه. آخر که کلشان که میرن که دروازه رو بری واز کنی سایل کنی که گپای کلش دروغ برآمده. اگه شکک آمدن میگه می مادر ما گم کردیم همین جناب میدن. فهمیدی یعنی این یتبعون الی الظن، همین اندیشه های فلسفی که تصور میکنه. مثل که داروین قواری خود که دایی ندید نه، همین کافرها که از شراب میخورن، شراب که خورد چریازی خوب سرخ میگرده، باز شادی واره بازی میکنه، قرتک میزنه. یکی دید که والا ما که شراب میخوریم شادی واره قرتک میزنیم، گفت والا حتما بابا کلان ما شادی است، ما از نسل شادی استیم. از کجا که دیره تصور کرد. فهمیدی یعنی؟ حالا مثلا ما و شما تق تق آسمان است، آفتاب میبینیم، مهتاب میبینیم، ایره میبینیم، چشم ما میبینه اون آفتاب، در تلسکوپ میشیم سهل میکنیم اوه نظام شمسی کل چیزا رو میبینیم. حالا اینجا وقتی که کل ازیا رو دیدیم، عقل ما بر ما میگه که این خالق داره، این خالق داره. خب حالا که این خالق داره، این خالقی که این کل از اینا رو خلق کرده، امی کامپیوتر که من خریدم در پالوی از کامپیوتر که هر کس ساخته بود امروز از یک اطلاق داده بود. آیا این خالق که جهان خلق کرده یک چیزی کتاب روان کرده که ما او را بشناسیم؟ قرآن عظیم شان، پیغمبر فرستاده. پس ما فلسفه ما چی هست؟ تسلیمی هست. از حس خود استفاده کردیم در کائنات دیدیم، از عقل خود استفاده کردیم که این کائنات تصادف نیست، حتما این را کسی خلق کرده. آلی این خالق از کی هست؟ الله متعال است. کتاب داره؟ بله نه کتاب روان کرده، قرآن عظیم شان. پس به قرآن عمل میریم. این کسای دیگه که هستن میگه آی جهان هست نه بچه‌ش میبینیم، بله، یا انکار میکنه که هیچ خالق نداره. این مردمایی هستن که چی هستن؟ مردمایی هستن که میگه تصادفی هست. مثل که یک نفر بیای بر تو بگه که والا بر ما یک کسی بگه استاد اینم کامپیوتر تصادف است. خب صحیح، دیگه چی است؟ من فیلسوف هستم. خب فیلسوف هستی ها، این کامپیوترت میگه کامپیوتر تصادف است. خب صحیح دیگه. این قرآن شریفه که ما داخل کردیم، این ورد که در بین ازی است یا هم تصادف است. این کتابایی که ما اینجا انداختیم یا هم تصادف است. این کتاب من نوشته کردیم شب تا نیم شب شیشم تک 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 نوشته کردیم یا هم تصادف است. بسیار لوده سیخ چیز نمیم باید نمره ما کم میکنی ناکام میکنی برو میشه قطعی گپت. کجا کامپیوتر تصادف است؟ وقتی که کامپیوتر یگشتو کام که بگویی کامپیوتر تصادف است قبول نمیکنه. این جهان عالم اصلی تصادف است؟ بعضی کساس لوده است. عبدالمجید زندانی یک عالم بسیار بزرگ یمنی است، میگه یک کافری که تصادف گرا بود، میگه پیش از این گفتم همین جهان طبیعت گفت این تصادف است. خب گفتم what about your shoes؟ همین بوتای چطور است؟ تصادفی است؟ میگه گفت که نه it is made in China، ساخت چین است. خب این بالا پوشت این در فرانسه جور شده، یک شرکت فرانسوی. میگه گفتم خب ساعتت؟ گفت my watch is made in Swiss. ماشاءالله ساعتت سوئیسی است، بالا پوشت فرانسوی است. این مفلر که در اینجا انداختی مفلره که کجایی است؟ این مفلر من made in ترکیه، این از ترکیه خریداری کردیم به دلار در یک شرکت ترکی جوش. خب این جاکت تو، این جاکت made in استرالیا. من گفتم خب این دست تو، این چشم تو، پای تو، این میدن کجا؟ میگی مردک ایران. من گفتم این مغز تو میدن کجا؟
تیق لوده شدی که بوتت بمیدن نیست. تو خودت بمیدن هستی. والا الله حفظش بکنه. شیخ عبدالمجید زندانی یک عالم بسیار خوبه یمنی هست. پس اینا کسایی که الله متعال میگه که ایتبعون الا الظن، اینا مطابقت از چی میکنن؟ از گمان و خیال و تصورات دروغی غلط. الله متعال امیر میگه که الله آگاه باشید این یقینا که لله خاص برای الله هست من فی السماوات، آن مخلوقات که در آسمان هستند، و من فی الارض، و آن مخلوقاتی که در زمین هستند، و همچنان برای الله هستند و ما او مخلوقاتی که یتبع الذین که متابعت میکنن کسانی که یدعون من دون الله شرکا، یعنی او مخلوقاتی که اونا را شریک گرفتن، همین مخلوقات هم مخلوقات الله هست کلش. این یتبعون، این مردمای بیدین و کافر و ملحد و فیلسوفای عقلگرا و فیلسوفای مثلا تصور کننده و اینمی ماتریالیستا و ایدئالیستا و مثلا اینمی کسایی که داروینیسم و سوسیالیسم و کمونیسم میگیرن، میگه کل از اینا را که ببینی خلاصه افکار و اندیشه کل از اینا مطابقت نمیکنن الا ظن، مگر به اساس گمان زندگی میکنن. و این هم الا یخرسون، و ما نیستن اینا مگر ای که دروغ میگن.